سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به کانال علیرضا، کانال خودتون علیرضا ترابی. و بریم پارکور دستاس رو دیدم خیلی دوست داشتین، دیدم 5 نفر لایک کردن پارکور دستاسو دوست داشتین، دیدم 5 تا گفتم برسه دیگه، پارت دومشو گفتم میتونم. خب ما بریم که شروع کنیم. من کریتیوم که مابومم حمله نکنن، اما من اینجوری نمی کنم. اگه باستون تعجبه که چجوری من این اسکین رو گرفتم، برین تو کانالمون هست این ویدیو حتما این ویدیو حتما ببینین، چون که الان من توضیح بدم خیلی طول میشه ویدیو. این ببینی که من این اسکین رو چجوری میتونی بگیرین. بریم 3 2 1. الان سخت‌تر شده برای اینکه این خیلی سخت شده، دیدین الان افتاده دیگه. این سیبی نداره بیفتی. همین اول وای. بریم ما میخوایم یه سری هم شروع کنیم که سریه فکر کنم سری لعنتی باید بشینم. یه سری میخوایم شروع کنیم ساخت و ساز باشه، چیزایی که دوست دارین رو بسازم. مثلا من یه ایده میدم، خب من یه سی میسازم، بعد مثلا TNT ما میخوایم یه چیزی بسازیم، یعنی ساخت پارت بعد. خب این پارکور رو که همینجوری میذاریم دیگه، چون که دیدم خیلی بازدید و لایک داشته. و اینجا سخته. پارکور رو میذاریم براتون، لعنتی پارکور رو میذاریم برای شما. فقط ما میخوایم یه ساخت و ساز کنیم، یه چیزایی درست کنیم، مثلا راه میری پله میاد جلو تو، پله نامرئی و از اینا بسازیم. فهمیدین؟ آره من این رد کنم قشنگ توضیح میدم. فقط یادتون لایک کنین، لایک و ساب کنین. لعنت نذارین چیه اینجا سیب باشه دیگه. من خیلی راه اومدم.